کسا باشه کمو که دیر بینم می وجه ها ما کجا رسیدیم برای سرنامه گوشید بعد بست وجه به دست آصف وزیر داد و آصف وزیر و جمع چمیران سوار وتی مرکبان بیتن و روانه شهر سپاه بیتن. ملک اقبال شاه به خدمت امیر ارسلان رفت عرضی کو پرزن توقع دارم چند روز در منزل توقف بکنید تا ملک پیروز آصف وزیر بیانم. امیر ارسلان قبول کو دستور داد توقف کنند چه طرف آصف وزیر رو شتاب زده رفت، یعنی تیز رفت و تا به شهر سپاهی رسید. ملک پیروز شمس وزیر خبر دادند که آهان به استقبال رفتند. آصف وزیر به بارگاه رفت. برد آصف وزیر هم گوشت وقت تنگ هستیم فرصت نیست، امیر ارسلان منتظرین. دستور داده شهر هم بسم بهینی هر جا کم که خرابی هستیم مرمتی کنی. بارگاه و باغا امارت حرم وغیره تمام سم بهینی. وقت هم به خدمت ملک آفاق رفت. نامه امیر ارسلان آیا داتی ملکه نامه چوکت وشی شکر خدای بجارد و نامه امیر ارسلان شکر خدای بجارد و تر آماده کد. القصه مدت 3 روز ملک پیروز و آصف وزیر و شهر سپاه چو بهشت انبر پیما وشی گد شوق کت سنبهنت نکار خانه ساز و ڈهل و علم و اسباب ملوکانه پادشاهی شهر در نا رفتند. روز سیوم ملک پیروز و آصف وزیر و شمس وزیر گو امیران که چه در کردن. روز سیوم ملک پیروز و آصف وزیر و شمس وزیر گو امیران چه در شهر سپاه منتند و تمام شهر وشی سنبهند. شهر در نا رفتم و اردو و قرار گرفتن. شمس وزیر به خدمت ملکه رفت. ملکه نامه به امیر ارسلان لکت به شمس وزیر داد. شمس وزیر هم به اردو رفت. ملک پیروز دستور داد که بالاخره حرکت بکنه کوچ بکنه. همه که رفتند به اردو امیر ارسلان رستم و بارگاه وارد بیدم. اول ملک پیروز به خدمت امیر ارسلان رفت پاد چوکتان. بعد بودی پته خدمت رفت وقتی پته پاد چوکتان آیا هم پیشانی بدیم چوکت. امیر ارسلان هم به شرف پابوس و امیر ارسلان و ملک اقبال شاه مشرف بیدن. تمام شکر خدا بجارد و شمس وزیر به خدمت امیر ارسلان رفت. نامه ملکه داد و چم امیر ارسلان به خط مهر ملکه کبت وشی نزدیک است که آی روح پرواز بکنی. نامه چوکه در بغل ایر کو، یعنی کسگی کو. هما ساعت دستور کوچ داد حرکتی داد، لیکن چو دریا موج درد کن تمام جا رفتند. هر مکانی یک نو یک وضع تدارک دیته بیتگده به پیشواز اتکن. با امیر ارسلان که امیر ارسلان حیران بید. ملک پیروز و آصف وزیر باز تعریف کدن تحسین کدن
منزل به منزل رفتند تا به شهر سپاه رسیدند. به ملکه خبر داد که امیر ارسلان ما آیگیم. به حمام رفت، سر و تنی وتی به مشک و گلاب بودی شست و 7 کلم و ترا آرایشی کت و یا ته مدت در شهر سپاه بیتگه چه دوری و رنجوری اوشی یک کم که اوشی چاگ بیتگه یعنی زند بیتگه و چروچ اولا بهترت که کنیزان نوکران مولدان گوهرتاج جنین ملک پیروز و همه پیما حسنا چه ملکه حسن هنچی حسنی چه ملکه مشاهده کو چارتی که عقل چه سرایی بدر رفت. ملکه با کمال تنازی و دلبری و عاشق گوشی یک شعبه حریری گوشی وجه چادری سراوتی دور در نیمتاج الماسی به سر ایرک و سر در پاد گرک دریای جواهر بید یا تعلیمی گوشی یعنی جواهر و الماس سورمور اینم پوشت و مرسه اوشی به دستی گفت. مرسه همه عصای لٹ اوشن که دستی کنن خدمت کنن چو یک گوشی بهشت هوره که یک فلک یک طبق ماه به صندلی نشته. کسی به دنبال آقا باشی دیم داد. بعد چه ساعت خواجه صندل آقا باشی عد در برابر تعظیم کت. ملکه گوشت خواجه من مرچی لوٹوں آئیگا و کوکبه امیر ارسلانگا تماشا بکنم. تونو به فکر جای ببی. خواجه صندل عرض کو قربان ببون من تالاری سر در میدان جلوی بارگاه هستی. اگر بلوٹه او ده تی جاگیان اڈ کنی جاگا اڈ کنی به شما جاگا اڈ کنی امودا گوڑا شما تشریف بیاره. ملکه گوشت شاباش ترا برو امودا اڈ بکن شری بکن تمیزی بکن جاگا نندگه گا. گوشتی یک خلعت آورت با خواجه صندله داد. خواجه و خوشحال بید. دنا رب بدر ربط او دا سر در را جاروی کتاتو پرشیر کتو و جا کمی صندلی چیوشی جتی به خدمت ملکه رب تعظیم کو عرضی کو ملکه به سلامت بان تشریف بیاره. ملکه و گوهرتاج و کنیزان و روی صندلیان نشتن. چه طرف امیر ارسلان و ملک اکبر شاه و دیگران اد کم به دم دروازه رستن. شهر چه وز شریف اکبر و اصغر وشی پیر و جوان جاهل و دانا و نادان تمام به استقبال اتکن. آواز ڈول و سرنای بهر طرفا به گوشا مردم رسیدن که مردم گوش گوشی کر بیتن شانی آواز دا. جنینان چه پشت لوگانی سرا شیشگان عطره و گلاب آنی سرا رت کو نثار کدن قربان کدن. چه هر جا چه کوچه و بازاران که گوستن دم به دهنه به در میدان که رستن. ملکه چه پشت تماشا کد. اول 200 مرکب 200 اسب گلگام لال زین مرسه وشی بعد چایی
جارجی و پراش و جارجی و ای پیمه که شاطر و سوار نظامت کن گوستم بعد چای نکار خانه تبلو ساز و سرنای کمی همراه بیتگن تو کاوچی بیتگن تو ساکی بیتگن او همیشه آت کن تو شی گوستم همه پیمه در پشت آنگا وشین بعد چایی که همه و گلگله زمین و زمان به لرزه درد اشان هم گوستن دل ملکه بیچاره بشی خون بید که دیدی به دنبال آهنگا علم اجدی و پیکره که نصرت شعار مکشگین چیر علم اوشی چمی با ابتاب جمال و به زلف و خال و به امیر ارسلان نامدار کب که گون 200 تمکین و وقار چپ به خال زین مرکب بودی نشتگه سردم پاد گرک در گوهرت تاج هفت کنکره باشن وجه هفت تاج ندون هفت هیره هفت الماس شاهی به یک گوشه سری ایر کتگه و زلف آیه پوشی سیاهه چو دست سنبل باترا بر اتکگتا چهره آیه هم چو لال پیما گروک ورگه تازیانه سم خامی هم به دستاتی گو همی تازیانه لعب کنانه گو ملک اقبال شاه خبر کنانه این کیست سواره که بلای دل و دین است 100 خانه برانداخته در خانه زین است آشوب جهان است اگر اسب سوار است آسایش جان است اگر بزم نشین است ماهی است درفشنده که بر پشت سمند است سرویست خرامنده که بر روی زمین است و محض که چند ملکه با آفتاب جمال امیر ارسلان کب آیا با جلال و مرتبه دید نزدیک بود کشی مرگ روح کپس چای بدنا چه پرواز بکن روح یعنی جانش پرم بے اختیار فریاد برارتی و بیوش بید کنیزان دور برای رد کن گلاب بای دیما جت و بازار بدبختی با مارتا حرما برته بعد چه مدت به هوشات شکر خدای بجارت گوهر تاج و کنیزان به حبر مشغول بیتن منتظرتن که امیر ارسلان کهد لیکن چهار طرف امیر ارسلان و ملک اقبال شاه گو تمتراک و جلال بازیں گو ساز سرنا گو عزت و احترام بازیں چه میدان گوستن جلوی دن بارگاه دست وتی اسب چه گفتن و جب داخل بیتن ایر کپتن ملک اقبال شاه دست امیر ارسلان گفت تخت سرای نندند و وقت در برابر اوشتاد امیر ارسلان با باز فریاد و کرا نندند تمام اهل بارگاه جا به جای وقت قرار گرفتن بزم آرایش کو ساکیان میوشیں پریزادیں وجہ ساکیان وشی پری و وش رنگیں میں بلاله چو مثل لال و یاکوت پیما میں به گردش در آرد در آمد ساکی از در جام بر دست می سرمایه عیش و جوانی سراپا همچو چشم خویشتن مست کمین تعریفش آب زندگانی ساز جنوکا نغمه هم جت رنگ پر رنگین ساز جت آواز در خوش آوازان جا که سر امیر ارسلان جباد نامه که گرم بید و ملک اقبال شاهی گوشت ملک اقبال شاه دیمی و ملک اقبال شاه کتو گوشت قربان با من بپرمه همه طور که شهر سنبهتا آزین آرایش بیتا مردم هم در عیش ببند که یک هفته دیگه به همه منوال بی
و اخبار عروسی سیره ملک پیروز هم بده که بنده گشتر چهی تاب غربت و دوری ندارم. ملک اقبال شاه گفت فرزند اختیار منی جان و مال و عیال گونتو هستی، هرچه حکم کنه بنده فرمان بردارم. آصف وزیر لوٹائن دستور سیر داد. آصف وزیر تعظیم کت و دنا رفت گوشتی منادی من شهر و بازاران دکان ندا بدن آواز بدن چه مرچی ده 7 روچا دیگه مردم آزادن در عیش و خوشی ببن که سیر ملک پیروزه. امیر ارسلان گوشت گود پادشاهی ما ملک پیروزه آرتو گوره دا وای به تخت سر نندند ود گو ملک اقبال شاه. امیر ارسلان گو ملک اقبال شاه اساس سرپرستی گوشی به دسته گفت و به دسته گفت به خدمت مشغول بیتم. امیر ارسلان به شمس وزیر گوشت تو باید به شهر لال بروی ملک لال شاه پتا گوهرتاج گا چایی که گوهرتاج چه نجات حاصل کنگا و تیای جنکه گا و عروسی چوکه گا با خبر کنه و گومتی بیاره در عروسی بیبی. شمس وزیر عرض کو به چمان وجه در هما ساعت به تخت نشت و 4 اپریت تخت چست کو به طرف شهر لال رفت. امیر ارسلان در سرمان بارگاه مشغول نظم و نسک سیر وطمنا چیا مشغول عروسی بید. دم وقت عصر به حرم رفت. پرغلکا به دیما آیگا منظر آیگا امیر ارسلان بیده که آیی چو سرو وشی چو چی پیمان بالاخره تعبیلی گفت و خورشید تابان که داخل بیده همه که چم با آفتاب جمال ملکه کبت و آیی هم با حسن جمال دید بی اندازه وشی بی دریگ هنچو آیی چو جان شیرین در بر گفت و جان شیا یکا دیگر وشی ملاقات کت و یکا دیگر گپ و دیوان و راز و نیاز همه پیما وشی ملکه هم آیی تعبیر گفت و داخل تالار بیتن به تخت سرا نشتن. جنکان ماروین پریزاده می به گردش دراد. ملکه جام پر کت به امیر ارسلان داد. آن نامدار جام گفت و سرکش دست ملکه هم گفت و ملکه همچه ایام دوری و وقت روچان دوری باز گله کد. امیر ارسلان آچه که بای سرات که بیتگا رنج و مشکتی که کشتگ بیتگتی تمام اول دا آخر کسی تعریف کو. در شب به سر دستت کنیزان سپره ایر کو. ملکه و امیر ارسلان شام ورد. بچه نوشگ و کاوا و کشگ و چلیم و کنیزان بستر پچ کد. امیر ارسلان لباس زهم و بگر بدار و تنا بدنا تمش داری کتن بستر وجه پا دیر کو. ملکه هم چو جان شیرین و براز و نیاز عاشقانه مشغول بیتن. امیر ارسلان گنزبان وشی حال باشت حالی کد. وجه این قصه شما قصه دا پاکه ای تواربند شما گوش داری شش وندران ودی ده اندازه بره باره گوش کنی 19 دکت با چون تا 12 15 باره سلامت باتی الله مهره.